سلام همگی. آقا فقط با 150 تومن ماشین تو ضد سرقت کن، نه دزدگیر لازمه نه هیچ. شما میری لوازم نزدیکی یه دونه رله قطع کن تهیه میکنی، قطع کن دزدگیر. این قسمت سیم وسط شماره 87 اینو در میاری، روبروش هم شماره 87 این جای خالی، بعضاشون هم سیمو داره که لازم نیست در بیاری. وقتی این کارو کردی میای حالا قسمت ماشین، سیم برق سویچ پیدا میکنی، توی هر ماشین مختلفه، از وسط قطعش میکنی، شماره 86 و 87 رو با هم میبندی به قسمتی که از داخل سیم کشی ماشین میاد، شماره 30 هم بس میکنی به سویچ، شماره 85 هم بس میکنی به قسمت به بدنه. و از این کلیدای لمسی هم میتونی از هر جایی تهیه کنی. اینو وصل میکنی به شماره 30 و 87. وقتی این کارو کردی حالا همین راحت بفرست واسه دوستات، پیج ما رو هم فالو کن. دمت گرم.